یکی از مریضا دارم، یک دختر است از پنجشیر. پدرش کاروبار فیروزه و زمرد و چیزایی که انگشتری است و مچم دستبند است و سنگباب و خیلی هم قیمتی است، تجارت اینا را میکنم. دختر خیلی پیسه دار است و زندگیش پر از عیش و نوش است و خیلی پول داره. جالبی است که آیفون 15 خیلی جدید برآمده و پیشیزی است و در 4 ماه اخیر 12 بار کوشش کرده خودکشی کنه و زمانی که دختر میاد معاینه خانه پیش من و میشینه و طرف مسعی میکنه، من در چشمای شیطان میبینم و میترسم، نمیتونم با چشمایش روبرو شوم و خیلی کم میشه که من نتونم با چشمای کسی ببینم و یا از کسی ترس داشته باشم. اما زمانی که به دختر میبینم، من در چشمای شیطان میبینم، شیطانه که روحی زیر قبض کرده و ازش میخواه که خدا بکش. دلیلش چیست؟ آیا تمام پول کی داره، پیسه کی داره، جایداد کی داره، زندگی خوبی کی داره، چرا نمیتونه ایره راحت بسازه؟ به خاطر که زندگی مانویش صفر است و این دختر دیگه پول و دارایی که داره برش بیماناست. دختر خیلی ساده میگه من در زندگی خود، در خانه خود سامانای خیلی زیاد دارم که قیمتی است اما محبت ندارم و این جالب است. بنان زندگی بدون خدا بیماناست.